سلام دوستان، به کانال کافه داستان خوش آمدید. اگر شما هم به شنیدن داستان‌های واقعی و بدون سانسور علاقه دارید، کانال رو سابسکرایب کنید و با فعال کردن زنگوله از ویدیوهای بعدی ما باخبر بشید. از وقتی که یادم میاد یه دختر شاد و شر و شیطون بود. اهل تفریح‌های سالم و خوشگذرونی با دوستان. خانواده راحتی دارم. برای همین بیشتر وقتا با دوستان میرفتیم شب نشینی و حسابی با هم خوش میگذروندیم، تا اینکه تو یکی از مهمونی‌های دوستانه با پسری به اسم نادر آشنا شدم. نادر لیسانس عمرانش رو گرفته بود و توی شرکت خصوصی مشغول کار بود. از نظر مالی در سطح معمولی بود، اما از نظر تیپ و قیافه خیلی به دلم نشسته بود. برعکس من که حسابی شر و شیطون بودم، نادر کم حرف و مظلوم بود. همین مظلومیتش باعث شده بود تو دل همه جا بشه. چند ماهی با هم دوست بودیم. خانواده‌هامون هم میدونستن. بعد از چند ماه نادر به خواستگاری من اومد و ما با هم نامزد شدیم. با نادر چند ماهی رو نامزد بودیم. نادر خیلی بهم توجه میکرد. نمیشد من چیزی بخوام و در اسرع وقت برام مهیا نکنه. همین باعث میشد علاقم روز به روز نسبت بهش بیشتر بشه. تو اون مدت وابستگی نادر بهم خیلی زیاد شده بود. اوایل مشکلی نداشتم، اما کم کم وابستگیاش داشت اذیتم میکرد. به جایی رسید که میگفت دیگه نمیتونه دوریمو تحمل کنه و میخواد که زودتر عروسی کنیم و بریم سر خونه زندگیمون. اما من هنوز درسم تموم نشده بود. آمادگی ازدواج نداشتم. نادر آدم اجتماعی نبود. همش دوست داشت با هم تنها باشیم. برای منی که عادت به جمعای دوستانه داشتم این خیلی سخت بود. یه مدتی که گذشت با بچهای دانشگاه قرار گذاشتیم که همه همدیگه رو ببینیم. با کلی اصرار راضیش کردم که با هم بریم مهمونی. تو اون مهمونی دوستم پریوش رو دیدم که مدت‌ها بود ندیده بودمش و حسابی دلتنگش بودم. ازدواج کرده بود. شوهرش امیررضا پسرعموش بود. یه جنتلمن واقعی بود. هم اجتماعی و هم خیلی خوشتیپ. خلاصه از اون شب رابطه من و نادر با پریوش و امیررضا شروع شد و چند روز بعد من و نادر برای اولین بار رفتیم خونه پریوش و امیررضا. اون شب تو خونه پریوش حسابی گفتیم و خندیدیم. تجدید خاطرات کردیم و از کنار هم بودن کلی لذت بردیم. شب خیلی خوبی بود. حال روزم عوض شده بود. نادر زیاد اهل حرف زدن نبود، اما پیدا بود حسابی بهش خوش گذشته بود. خلاصه اون خوشگذرونی به همون یه شب ختم نشد. از بعد از اون شب مدام 4 نفری با هم برنامه میذاشتیم و حسابی خوش میگذروندیم. رابطه هامون با هم خیلی صمیمی شده بود، انقدر که امیررضا شوهر پریوش مدام با هم شوخی میکرد و منم که دختر سرزنده و شیطونی بودم حسابی سر به سرش میذاشتم. بعدم همه با هم کلی میخندیدیم. یه مدت از این ماجرا گذشت تا اینکه یه شب تو خونه بودم که دیدم رو گوشیم پیام اومد. امیررضا بود، برام جوک فرستاده بود. خندیدم و بعد گوشی رو گذاشتم کنار. چند بار دیگه هم این کار رو انجام داد، اما چون با هم شوخی داشتیم خیلی برام اهمیت نداشت. تا اینکه چند روز بعد نادر بهم گفت امیررضا بهش زنگ زده و گفته شرکتشون آخر هفته بهش ویلا داده. از نادر خواسته بود اگه اونم موافقه 4 نفری با هم بریم شما. وقتی نادر اینو بهم گفت حسابی خوشحال شدم، اما چون هنوز عقد نکرده بودیم از پدر و مادرم اجازه گرفتم رفتیم ویلا. یه ویلای خیلی شیک بود با 3 اتاق خواب. نادر رفت توی اتاق که من معذب نباشم. منم رفتم توی اتاق و پریوش و شوهرشم توی اتاق دیگه. اونجا با هم قرار گذاشته بودیم که برای هر وعده غذا یه نفر غذا درست کنه و بقیه بهش امتیاز بدن. گفتیم با هم مسابقه بذاریم که در آخر هر کس که برنده شد بقیه براش یه جایزه خوب بگیرن. میگفتن نادر ببینه که زن آیندهش چه دستپختی داره. میخواستم ماهی شکمپر درست کنم، اما هیچ جا رو بلد نبودم. همون موقع امیررضا گفت آماده شو، من اینجا رو بلدم، میبرمت بازار ماهی فروشا تا هر چی که میخوای خرید کنی. قبول کردم، چون نادر و پریوش هم حرفی نداشتن. امیررضا با ماشین منو برد بازار. تو راه انقدر با هم شوخی کرد و منم انقدر سر به سرش گذاشتم که هر دومون از خنده روده بر شده بودیم. یهو برگشت و گفت خوش به حال نادر، باید قدر تو خیلی بدونه. بهش گفتم این چه حرفیه؟ پریوش دختری به این خوبی، از زیبایی و کدبانویی هیچی کم نداره، چطور دلت میاد این حرفو بزنی؟ دیدم گفت اگه اونم مثل تو شوخ و بشاش بود انقدر تو زندگی اذیت نمیشدم. شروع کرد به درد و دل کردن. میگفت مدام با هم درگیری دارن. میگفت پریوش سر مسائل ریز و درشت بهش گیر میده، هیچ وقت دل به دلش نمیده. با شنیدن حرفاش حسابی شوکه شده بودم. فکر میکردم زندگی خیلی خوب و شادی دارن. اون روز چیزایی بهم گفت که هیچ وقت فکر نمیکردم از زبونش بشنوم. یعنی تا این حد زندگیش تلخ بود. برای اینکه باهاش همدلی کنم تا یه خورده احساس آرامش کنه، منم از نادر و رفتارهای بدش میگفتم خب مگه چیه، اینا مسائل طبیعیه. نادرم اهل گشت و گذار نیست. منم خیلی وقتا احساس تنهایی میکنم. اخلاق بچگونه داره و سر مسائل خیلی کوچیک با هم قهر میکنه. درد دلم باز شده بود.
اون از پریوش میگفت و منم از نادر. درد دلاش تا جایی ادامه پیدا کرد که بهم میگفت پریوش افسردگی داره و حتی رابطه خوبی با هم ندارن. تمام مشکلات زندگی زناشوییشو میگفت. البته گاهی وقتا به پریوش شک کرده بودم. حس میکردم شاید رفتارهای تندی با امیررضا داره. اما وقتی که امیررضا گفت دیگه مطمئن شده بودم. خلاصه چند دقیقه که گذشت رسیدیم ویلا. خریدارو گذاشتیم و شروع کردم به درست کردن ناهار. پریوش و امیررضا و نادر رفتن دریا تا خورده شنا کنن و خوش بگذرونن. منم غذای مسابقه رو درست کردم و میزو چیدم تا بیام. دونه دونه از دریا برگشتن و رفتن دوشاشون رو گرفتن و لباساشون عوض کردن. منم سری ماهی رو از فر در آوردم و شروع کردیم به خوردن غذا. وقتی غذا رو خوردن انقدر تعریف کردن که صورتم گل انداخته بود. بیشتر از همه امیررضا میگفت تا حالا غذای به این خوشمزگی نخوردم. به نادر گفت خوش به حالت که همچین کدبانویی زنت میشه. خیلی قدرشو بدون نادر. همون لحظه متوجه نگاه‌های بد پریوش نسبت به امیررضا شدم. نادر فقط میخندید. انگار حرفی برای گفتن نداشت. قرار بود فردا صبح برگردیم. شبش همه با هم رفتیم لب آب و چون هوا یه مقدار سرد بود و منم خیلی سرمایی بودم، لب آب آتیش به پا کردیم و چای گذاشتیم و نسکافه. امیررضا شروع کرد به آهنگ خوندن. یا آهنگ عاشقونه میخوند. تو اون تاریکی یه لحظه نگاش کردم و دیدم چشماشو تو چشمام قفل کرده و داره با احساس میخونه. متوجه شدم که پریوش هم داره بهمون نگاه میکنه. سرمو انداختم پایین. فردا صبح که شد قبل از اینکه راه بیفتیم رفتم لب دریا. من عاشق دریا بودم. هر وقت که میرفتم شمال، زمانی که میخواستیم برگردیم، همیشه با دریا خداحافظی میکردم. برای خداحافظی رفتم ساحل و یه خورده نشستم. چند دقیقه‌ای که گذشت دیدم امیررضا اومد و کنارم نشست. بهش گفتم تو چرا اومدی؟ گفت مگه دریا فقط مال توئه؟ منم عاشق دریا. اومدم تا قبل از رفتن ببینمش. چند دقیقه نشستیم و رفتیم به سمت ویلا. پریوش و نادر داشتن آماده میشدن. کارمون رو کردیم و راه افتادیم. تو راه امیررضا آهنگای شاد میذاشت و منم باهاشون میرقصیدم. یه لحظه متوجه نگاه‌های خیلی بد نادر شدم. داشت از توی آینه نگاهم میکرد. سعی میکردم به موهاش دست بکشم و نوازشش کنم، اما عین برج زهرمار شده بود. تا اون لحظه‌ای که رسیدم خونه اصلاً با هم حرف نزد. یه ساعتی بود که رسیده بودم خونه. کارامو کردم و دوشمو گرفتم. زنگ زدم به نادر که ببینم چی شده، اما اصلا جوابمو نمیداد. تا 2-3 روز رفتارای نادر همش سنگین بود. اصلا بهم زنگ نمیزد. اگرم من زنگ میزدم جوابمو نمیداد، یا اگرم جواب میداد خیلی سنگین و بد برخورد میکرد. تا اینکه بعد از اون 2-3 روز وقتی دیدمش میگفت رفتارات خیلی سبکه. من خیلی ناراحتم. از این حرفاش شوکه شدم. بهش گفتم تو که میدونستی من چنین اخلاقایی دارم. من نمیتونم مثل تو باشم. من دلم میخواد خوشحال باشم، شیطنتامو داشته باشم. خلاصه اون روز حسابی با هم بحثمون شد. حرفایی که تا حالا هیچ وقت از دهنش نشنیده بودم و اون روز بهم میگفت تو سبکی، جلفی، من زن اینطوری دوست ندارم. منم میگفتم خب من همینم، از اولش هم همین بودم. میخواستی چشماتو باز کنی. اون یه زن خیلی آروم میخواست، اما من خیلی پر جنب و جوش بودم. از بعد از اون ماجرا رابطه من و نادر سرد شده بود. تا اینکه 2 روز بعد از اولین بحثی که با نادر داشتم، امیررضا تو تلگرام بهم پیام داده بود. حالمو پرسیده بود. منم شروع کردم باهاش حرف زدن. حرفمون به شوخی رسید. تو اون 2-3 روز حسابی گریه کرده بودم. من که یه دختر خیلی شاد بودم، از دست نادر خیلی دلم پر بود. برای همین به محض اینکه امیررضا پیام داد جوابشو دادم و با شوخیاش یه خورده آروم گرفتم. از همون موقع به بعد بود که پیام بازی من و امیررضا شروع شد. خیلی شوخ طبع بود. حالم باهاش خوب میشد. یه چند روز گذشت. من و امیررضا مدام به هم پیام میدادیم. چند روزی از دست نادر آسوده بودم، تا اینکه دوباره شروع کرد به گیر دادن که چرا اینقدر آنلاینی و داری با کی صحبت میکنی. سر همین موضوع دوباره با هم دعوامون شد. فردای اون روز نادر با ناراحتی اومد دم خونم. منم به عمد باهاش لج کردم و یه آرایش خیلی غلیظ کردم. وقتی منو دید کلی با هم دعوا کرد و بهم بد و بیراه گفت که این چه ریختیه، چرا اینقدر آرایش کردی، مگه نمیدونی من بدم میاد. میدونستم با هم دعوا میکنه. این دعوا اینقدر بالا گرفت که از خدا خواسته حلقه دستمو درآوردم و پرت کردم. بعدش هم از ماشینش پیاده شدم. واقعا ازش خسته شده بودم. از بس که بهم گیر میداد و با رفتارهای بدی که داشت حسابی آزارم میداد. سوهان روحم شده بود. نه اهل تفریح بود، نه حرفی میزد، نه با هم شوخی میکرد، نه اهل خوشگذرونی بود. اهل هیچی نبود. اون یه آدم افسرده و دلمرده بود. میخواست منم مثل خودش کنه. بعد از اون دعوا هر چقدر که بهم التماس کرد دیگه باهاش برنگشتم. رابطه‌مو باهاش تموم کردم. خانواده‌ام خیلی بهم گفتن این کارو نکن، از دستش نده. آخه خیلی دوستش داشتم، اما هیچ کس جای من نبود. کسی نمیتونه زجر منو بفهمه. خلاصه یه مدتی از جدایی من و نادر گذشت.
تو اون مدت مدام امیررضا بهم پیام میداد. منم اوایل خیلی برام مهم نبود، اما بعدا کم کم احساس عذاب وجدان میکردم. سعی میکردم رابطه‌مو باهاش کمتر کنم، باهاش سردتر برخورد میکردم، تا اینکه یه روز ازم خواست که همدیگه رو ببینیم. قبول نمیکردم، اما میگفت ما فقط دوستیم، دوتا دوست معمولی، مثل دوتا پسر یا دوتا دختر. میخوام ببرمت یه جاهایی که حالت بهتر بشه. برای همین، چون میدونستم که پریوشم میدونه، قبول کردم و یه بار دیدمش. با هم رفتیم، کلی گشتیم و کلی خندیدیم. واقعا هم روحیم خیلی بهتر شده بود. بعد از اون ماجرا دیدارای من و امیررضا مرتب تکرار میشد، به هوای اینکه فقط دوتا دوستیم و هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته. گاهی با امیررضا میرفتم بیرون و باهاش بهم خیلی خوش میگذشت، اما از طرفی به خاطر پریوش عذاب وجدان داشتم. برای همین رابطه‌مو با پریوش کم کرده بودم. این ماجرا گذشت تا اینکه یه روز امیررضا بهم گفت پریوش برای دیدن مادرش رفته به شهرستان. میگفت یکی از همکاراش دوره همی داره و دعوتش کرده. ازم درخواست کرد که باهاش برم. قبول کردم. سری به خودم رسیدم و آماده شدم. بعدش هم امیررضا اومد دنبالم و با هم رفتیم. از شهر یه خورده خارج شدیم. یه باغ بود توی محله سوت و کور. به نظر نمیومد کسی اونجا باشه. حسابی ترس همه وجودمو گرفته بود. امیررضا درو باز کرد. وارد خونه باغ شد. یه خونه باغ خیلی شیک بود، اما خیلی سوت و کور بود. حسابی وحشت زده بودم. دستمو گرفت و با هم رفتیم داخل. داخل خونه خیلی شیک بود. بوی خیلی خوبی میومد. نگاه کردم و دیدم یه میز شام مفصل چیده و روی میز پر از شمعای روشن بود با یه نور خیلی کم. فضای خونه خیلی بهم آرامش میداد. یه خونه رویایی بود. حسابی آرومم کرده بود. نشستیم روی مبل. خیره داشتم نگاهش میکردم. بهش گفتم چرا این کاری کردی؟ مگه ما قرار نبود فقط دوست باشی؟ دیدم خندید و گفت دختر، من دوستت دارم. عاشقت شدم. قلبم داشت از جا کنده میشد. نمیدونستم چه حسیه. هم ترس، هم آرامش، هم لذت. همون لحظه اومد کنارم نشست. شروع کرد به بوسیدنم. از جا بلند شدم. بهش گفتم تو رو خدا این کارو نکن. حسابی عذاب وجدان گرفته بودم. اما اون میگفت هیچ حسی به پریوش نداره و هیچ عذاب وجدانی این وسط وجود نداره. میگفتم پس چرا باشی؟ میگفت چون ما فامیلیم و نمیتونم به راحتی ازش جدا بشم. دوباره شروع کرد به درد دل کردن و سختیایی که پریوش براش ساخته بود. یه جورایی بهش حق میدادم. اون شب با هم کلی درد دل کردیم و گفتیم و خندیدیم. اون شب امیررضا هیچ کاری نکرد که من اذیت بشم. همین باعث شد حس خیلی خوبی نسبت بهش پیدا کنم. از اون شب رابطه ما با هم بیشتر و بیشتر شد. دیگه بیشتر هم دیگه رو میدیدیم. کمتر احساس عذاب وجدان میکردم. بهش احساس پیدا کردم. دیگه حتی پریوش هم برام مهم نبود. روز به روز که میگذشت رابطه من و امیررضا بیشتر و بیشتر میشد. بهش حس حسادت پیدا کرده بودم. بهش میگفتم باید پریوش رو طلاق بدی، اما اون میگفت نمیشه. این مسئله خانوادگیه و به این راحتی‌ها نیست. رابطمون ادامه داشت تا اینکه یه روز با هم دوباره رفتیم تو همون باغ. انقدر عاشقش بودم که چشمم هیچی نمیدید. نه وجدانی میدونستم و نه هیچ چیز دیگه‌ای. خودمو در اختیارش گذاشتم و اون شب باهاش رابطه کامل داشتم. دیگه خودمو متعلق به اون میدونستم و اونو متعلق به خودم. از اون موقع به بعد هفته یکی دو بار باهاش رابطه داشتم. دیگه انقدر اونو مال خودم میدونستم که اصرارای هر روزم برای اینکه پریوش رو طلاق بده بیشتر و بیشتر میشه. تا اینکه بعد از یه مدت احساس کردم نسبت به من و رابطه‌مون سرد شده. دیگه ازم فاصله میگرفت. هر بار که میخواستم همو ببینیم بهونه میآورد. دیگه بهش شک کرده بودم که غیر از من با افراد دیگه هم رابطه داره. تا اینکه یه روز که با هم بودیم رفته بود حمام، گوشیشو برداشتم توش کلی اس‌ام‌اس‌های عاشقونه پیدا کردم. همون حرفایی که یه روز به من میزد الان با یکی دیگه زده. دنیا جلوی چشمم تیره و تار شده بود. یه روز از یک شماره ناشناس بهش زنگ زدم. یه دختر کم سن و سال بود. حتی خبر نداشت امیررضا زن داره. سر همون مسئله حسابی با هم دعوا کرد. رابطمون تیره و تار شد. امیررضا هرچی از ذهنش در اومد بهم گفت و یه دعوای حسابی کرد. بهم میگفت به چه حقی تو کار من سرک کشیدی؟ بهش گفتم مگه تو به من قول نداده بودی؟ مگه قرار نبود با هم ازدواج کنیم؟ تو زندگی منو تیره و تار کردی. همون موقع هرچی از دهنش در اومد بهم گفت. بهم میگفت تو یه هرزه‌ای. من از اولش میدونستم چه کاری، فقط میخواستم باهات حال کنم. میگفت برو گم شو از زندگیم بیرون. من تو رو نمیخواستم، تو منو خواستی. تو دنبالم اومدی، تو منو دنبال خودت کشوندی. نشستم رو زمین زار و زار گریه میکردم. باورم نمیشد این حرفا رو از امیررضا میشنیدم. شبش دوباره بهم زنگ زد و کلی بهم بد و بیراه گفت. تهدیدم کرد. گفت آبروتو میبرم. کلی ازش معذرت خواهی کردم. دیگه غروری برام نمونده بود. نمیخواستم از دستش بدم. از همون موقع به بعد بود که بهم گفت دیگه نمیخواد با هم رابطه داشته باشه. راحت با زندگیم بازی کرده بود و دیگه هیچی براش مهم نبود. میگفتم من عاشقتم. هر چی داشتم و نداشتم و بهت دادم. بهت حساس شدم. میخواستم فقط مال خودم باشی. اما اون گفت
میگفت عذاب وجدان داره و خیلی وقت نمیخواسته رابطمون تموم بشه. میگفت من متأهلم و نمیتونم طلاق بگیرم. تازه یادش افتاده بود زن داره و عذاب وجدان گرفته بود. بهش گفتم اون روزی که دختریمو گرفتی به این روزت فکر نکرده بودی؟ تو که نمیخواستی با هم بمونی، چرا اون بلا رو سرم آوردی؟ داشتم داد میزدم و دیوونه شده بودم. بهش گفتم میرم همه چیزو به پریوش میگم. بلند بلند داد میزد و میگفت از ماشینم گم شو بیرون، هر غلطی دلت میخواد بکن. زنگ زدم به پریوش و بهش گفتم خونه باشه، میخوام برم ببینمش. رفتم خونش، نشستم و شروع کردم به گریه کردن. انقدر حالم بد بود که پریوش بلند بلند میگفت چی شده، چه اتفاقی افتاده، چه بلایی سرت اومده. عذاب وجدان نمیذاشت تو چشماش نگاه کنم. گریه‌هام شدیدتر میشد. گفتم پریوش من باید یه چیزی رو بهت بگم. اول ماجرای اون دختر جوون رو بهش گفتم. بعدش با کلی ترس و دلهوره، با کلی منمن کردن همه چیزو بهش گفت. پریوش سرش انداخته بود پایین و فقط گریه میکرد. میگفت همه چیزو میدونه که امیررضا چه غلطایی میکنه. میگفت هر روز با یکی بهم خیانت میکنه. فهمیدم که پریوش به خاطر خیانت‌های پی در پی امیررضا قرص اعصاب میخوره. ازش پرسیدم و گفتم چرا باهاش ادامه میدی؟ گفت ما فامیلیم، به این راحتی نمیشه جدا شد. چه جوری ازش جدا بشم؟ اون روز با حرفای پریوش فهمیدم همه حرفای امیررضا دروغ بوده. من باورش کرده بودم، اما اون یه دروغگوی تمام عیار بود. با هم لذت برده بود و بعدم مثل یه دستمال کهنه کنار انداخته بود. بعد از اون ماجرا تا مدت‌ها با پریوش رابطه نداشتم. حالم خیلی بد بود. قرص و داروی اعصاب مصرف می‌کردم تا اینکه بعد از مدت‌ها پریوش بهم زنگ زد و گفت که ازش جدا شد. مهریه‌اش هم گرفته بود و آبروی امیررضا تو همه فامیل رفته بود. کلی خدا رو شکر کردم. تاوان کارشو پس داد. بعد از اون ماجرا درسمو ادامه دادم و بعد از اینکه فوق لیسانسمو گرفتم دانشجوی دکترا شدم. الان دارم درسمو میخونم. حالم بهتر شده و یکم آرومتر شدم. امیدوارم برای هیچ دختری پیش نیاد و با گول خوردن مرد متأهل اینطور خیانت نکنه و زندگیش خراب نشه.